میدونستی بهش میگن گاو؟ یک شاید بدم ماما رو بخورم. همشو همشون تو رو خدا بدم شاید. اگه تو همشو بخوری هر چی تو بگو من اینجا لختی نفیس میرم. بچه اینجوری فلفل بخوری. دلتا فورس 101مین گروه قطیس 101 آمده میگه نزدیک عراق، داخل عراق. تهش چی؟ خواهی بگیری بدی به کی؟ نه؟ به مردم. نمیدونم، امیدوارم که همه چی درست پیش بره آقا. خب بینم قصه که از فنلند، از نروژ. نگو و نپرس، اون دسته رو بده. اینه؟ چرا؟ اصلا نگو و این نپرس. خدالی بود؟ ببین بستگی داره کی بره. خب من بازخورد زیاد گرفتم. اوه من شفی تو جاده بودیم، همش تو راه بوده. گفتم من که نرفتم شهر رو ببینم. کل دنیا شهراش همه شبیه همه. این تقلید میکنه چه پاساژی بزنم، اون از این میگه چه برجی بزنم، همش تقریبا شبیه همه. 3 تا کشور توی اسکاندیناوی همه فکر می‌کنی شاید یه شکل باشه، ولی واقعا 3 تا شکل مختلف. 3 ببین 3 تا گوز مختلف تو هر اقلیمی گوزناش مختلف بود. خیلی عجیبه نه؟ خیلی عجیبه و باحال. بعد اینکه رانندگی کردن روی یخ ماشین گیر کرد. مجبور شدم زیر ماشین رو بکنم، انقدر یخ فقط من کندم. گفتم من روی این داشتم رانندگی میکردم. ماشین نمیلغزید؟ نه تیغ انداخته بودن. مثل شونه میومد ماشین میکشید. بعدش قصه کردی گفتی که او ماشین گرم نمیامد، ماشین سرد بود. رفتیم توی جایی دیگه میرفتیم، بعد عکس فیلم از کوها میگرفتیم. خب بعد نگاه میکردیم اون کوه یه جا رسیدیم سردمونه. بعد نگاه کردیم هیچ کوهی دورمون نیست. بعد نگاه میکردیم همه اون تپه ها اون زیر بودن. یه چیزی باحال دیگه، اصلا بالا نبودیم پایین نبودیم، انگار تو بالاترین نقطه بودیم. بعد شفق هم زده بود کنار جاده، خیلی قشنگ. بعد دیدیم ماشین چرا سرده، نگاه کردیم آمپر روی 1. بعد توی گوشی نگاه میکردی گوشی شهر رو نشون میداد 27 درجه بود، منفی 27 بود. بعد یه آن توی جاده تابلو داشت منفی 35. بعد حرکت که میکردیم بعد یخ زده بودیم، موهای تینا از بغل یخ کرده بود، موجه هم یخ کرده بود. هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، همینجوری پتو انداخته بودم پشت فرمون، پتو روم بود فکر کن. سرمون خدای چیا تو اون جاده شاید بهت بگم هر 20 دقیقه یه ماشین میومد رد میشد. چطور که ماشین تاب آورده و سردی؟ ماشین چطور تاب آورد؟ ماشین تاب نیاورد. 3 شب گرمایشش کار نکرد. جدی؟ به خدا نصف شب سرما قطع کرد. اجاق گازش خراب شد. مگم گرمایشش چگونه در شب وقتی ماشین خاموش میموشه؟ گاز داره؟ گازش هم کار نکرد. گاز کار نکرد، یخ میزد. آبم همینطور، آبم پمپش خراب یخ زد. آب داشتیم پر بود، آبم کار نمیکرد. 4 روز آب نداشتیم. 4 روز آخر آب نداشتیم. آب گرم داشتن؟ پس بوتل یاد داشتین که آب میخوردین از داخلش؟ به نظر تو منفی 35 منفی 27 منفی 25 تو احساس تشنگی میکنی اصلا؟ خب
چای قهوه‌ای که می نوشین دیگه. چرا من گاز چیزامو برده بودم کمپرمو گاز کوچیکی بود. ویدیو یک جای ویدیو دیده بودم فکر کنم ماند استوری. شانس آوردم اونا رو بردم. گازو برده بودم. دیگه با اون غذا درست می‌کردیم. چای درست می‌کردیم. آب فقط به اندازه هم بود. که یه بسته آب کافی بود. شما چه خبر؟ خوش گذشت؟ ما نبودیم. برفا رو با خود آوردیم اینجا. اتفاقا برفا رو آوردیم از اونجا با خود کش کردن. ما همچو برفه فقط در مسکو دیده بودم. اوه مسکو هم دیگه دقیقاً. هر روز هم قدر میبوری هر روز هم پاک میکردن هر روز این قدر. یادم من اصلا تا شانه من برف بریده بود. این 1 متر و چند 1.5 متر در ظرف 3 روز برید. خیلی اصلا اونجا خیلی سردتر است. آره دقیقاً توی یه خطن توی یه مدارن اون نزدیکتر از به شمال نزدیکتر است. نه دیگه با سوئد و نروژ و فنلاند توی یه مدارن. با فنلاند هست اجا. خب بالا مثلا سردترین نقطه دنیا فکر کنم آخر روسیه است به طرف آلاسکا و فکر کنم اتلانتیکای آمریکا میشه اونجا منفی 50 55 اصلا حال دیگه است. آلاسکا بریم؟ اگه ترامپ ویزا بده. راست میگه آلاسکا مال آمریکا شد. از روسیه بود مفت فروخته شد. گرفتم پس نمیتونه. فقط اونجا چی آب گرم نبود. آب گرم؟ دیدی یه جا رفتیم بالای کوه؟ کجا؟ تو نروژ رفتیم یه شهری بود ترامسو. خیلی شهر توریستی خفنی بود. بعد با تلکابین رفتیم بالا. خب 420 متر رفتیم بالا. خب بعد دیگه شهر لب اقیانوس دیگه صفره. تو همونجا لب اقیانوس 420 متر بیری بالا. اگه اشتباه نکنم 200 یا 2 کیلومتر اینطوری رفتیم کوه بالا که بعد دوباره ارتفاع رو زدیم ارتفاع تا 700 متر رفتیم بالا. اخبار گفت به خاطر جریانات گلف استریم هوا بادش به 40 کیلومتر رسیده بود. رانندگی میکرد این برامون دریا بود. باد ماشین اینجوری تکون میداد. بعد ماشین ما فکر کن 6 متر در 3 متر بود. یا چه ویدیویی دیدم در استوری میخوای پیش بری مثلا باد میزنه پشت سر میخوای پیش بری باد میزنه پشت سر. لب چیز بود دیگه نورکپ بود دیگه. اومدم زنجیر چرخ اومدم برم این ور ماشین قشنگ باد هول میداد. اول فکر کردم که اینجا مثلا الکی هم کارا رو میکنیم ولی دیدم که اصلا باد شمال میدن درخت‌ها چپا شده میده. تینا رو باد داشت میبرد پیاده شد. و تو ویدیو معلوم نیست. بعد اون موقعی که ویدیو گرفتیم تازه تموم شده بود. من غلبه کرده بودم بهش. مثلا کن از این ور ماشین اومدم که برم اینجوری باد منو برد عقب یه 6 7 متر برد عقب. بعد تازه اونی که داشتم از باد خلاص میشدم گرفته. فکر کنم میخوام بیام یه ماشین 2 متر بیام بچرخم. رفتم یهویی اون طرف. وای چه بورانی بود. وای چه کولاکی بود. غذا چه قسمی میکردی؟ از اینجا که خود برده بودی؟ آره برده بودیم. اونجا گوشت گوز خریدیم. گوشت گوز خوردیم میشن. بعد ماهی خریدیم از اونجا. ماهیمون خراب شد. ماهیتان؟ به خاطر اینکه گاز و این چیزا نبود. کیفیت ماهیش از اینجا تا اونجا فرق میکرد یا یکی بود؟ ما که نخوردیم خراب شد. نه ماهی که اونجا گرفتین اونجا خراب شد. خریدین خراب شد. من فکر کردم از اینجا بردین اونجا خراب شد. نه ما تا اول گوشت گوز نخوردیم. میگیرم از همینجا میخوریم. از اینجا؟ گوشت گاوه ولی خشکه. بعد میدونستی بهش میگن گاو. تو آدم ریلکس. آب گرم این همه ما خوش کردیم اینو. آب گرم خراب کردی چرا؟ این هم آب گرم داشتیم ما. اما چی کنم بدون آب گرم مگه؟ این شیرینی ها رو از ترکیه آورده بودم من بینام تمام شد برو چسبید دیگه هم چوب بانم این از نازکتر هستم. نه همونجوری بذار که بتونیم روش آقا بگی با برف چای جور کنیم بکنیم؟ آره دل درد میگیریم ولی جدی؟ کی گفته ما با برف خوردیم؟ خب آخه شد دل درد فقط نیتروژن آب زیاده است دیگه در یه وقت شو داخل خانه هایشان آیسونگار روشن مرکز گرمی ها خواب اصلا قرار فیلم نگاه میکنیم منو بنا میبینین یه وقت آمدیم با برف چای دم میکنیم چای مینوشیم به خاطر ازی آمدیم چرا؟ صفا اینجا رو ببین
آقا این بار آب گرم مرا خراب نکنی مقصد. چی بودی؟ دارچین. دارچین؟ این چای سبز است یا سیاه؟ سیاه. سیاه. طبیعت و چای سیاه با دارچین، نوشابه آب گازدار. اینجا ما هم نشستیم. ما فعلا با برف میخوایم که چای دم بکنیم. اصلا ببینیم در کامنت ها نوشته کنیم کیا چای دم کردن با برف. تا اصلا براشون پیش اومده؟ حتما براشون پیش اومده بابا. نفهم کیایی همچون کارهای را دوست دارن بودن طبیعت مثلا. من میگم 99% فارسی زبون ها عشق این کارا رو دارن. چه طرف ما چه طرف شما. آره. میگم 99% همه یه بار این کارو کردن. مثلا اینجا جای مردم ما نیست. تازه رفتیم اون طرف چه نفسی گرفتیم. تونستی آتیش درست کنی راحت. اونجا هر جا دلت میخواد بری. مشکل نبود. نه. یه رودخونه بود، رودخونه یخ زده بود. کنارش وایسادیم. بعد چه بادی هم میومد. خیلی از طلوع فیلم گرفتیم، خیلی قشنگ. خیلی باحال. فکر اونجا تابستان هم بریم هوا سردتر است ولی خوشایند است تابستان هم. بچه اگه نمیشد نیمال در خانه میبودم، کامپیوتر کم چالان بود یا تلویزیون نتفلیکس میموندم، فیلم میدیدیم یا این که کار دیگه میکنم. سوشال میدیا میرفتیم بالا هیچ کاری. موتور گرفتیم، بینام هم گرفتیم. ایده اگرچه از بینام بود که اینجا بریم، اصلا نفر فعال بینام هستیم. بعدش هم تیم بیا بریم. آمدیم اینجا، جای کلتون خالی. انشالله کدام وقت طبیعت گردی کردین، کدام ویدیویی گرفتین به اینستاگرام ما روان بکنین که ما هم ببینیم که شما هم این کارا رو انجام میدین. استوری بگذارین، تگ بکنین. استاد بینام گوشت چی هسته؟ گوشت چی هسته؟ این گوشت مرغ استرالیاییه. از استرالیا آورده بودی خودت؟ کانگورو نباشه؟ مرغ استرالیایی میشه؟ نه اون حیوانایی که چون دو پای دراز و دو پای کوتاه. اون نشوی که جنگل روی شیر اکی شوشته. گل به به. اوکی. همارا خورا و به افتخار بینده ها آورده اینجا. گوشت رو بر خود آورده. اصلا درجه 100 درجه حرارت میبینه و اصلا میکروب میمونه و زنده. نان برگر می بود با این ترکوری بیامش قشنگ برگر رو بسازیم. خیلی میچسبید. میچسبید نه؟ اصلا مثل مکدونالدز میشد. از اون بهتر به مراتب. مکدونالدز کجا بود رو؟ مکدونالدز بره بوق بزنه. مکبنام میشد. مکسنور. بچه ها دیگه یه آماده شد. یه به نام کریسپی بهنام یاد میکنن. چطور است؟ فوق‌العاده. خیلی خوشمزه است. یه هوای سرد. نمیشه 3 یا 4 درجه هستم.
کباب رو کنی خودت با دوستای خود بخوری. لیمو یخ زدم. نه؟ خیلی خوشمزه آمده. آقا کتلت هم بگذار. اصلا من یخ زده. این سبزیجات مرچ است، مرچ سوختگی اگه میخوریم بچه ها. میدم که چی هست نامش؟ قارچ هست. ما قارچ میگیم، ما ایده سمارق میگیم. سمارق. نمک داریم؟ نمک میخواد مگه؟ چرا ما این دفعه هیچی نیاوردیم برعکس؟ دفعه‌های پیش چیزایی می‌آوردیم که اصلا به دردمون نمی‌خورد. قرار بود چیزی بیاریم. مرچ. خاطره نمیشد. واه. تون بود؟ اوف. اما کمپینگ دیگه هم یادم آمد. بینام مرچ دیگه اون بسیار تون بود نه؟ دوستان منتظر باشین که نان خلاص شد. ما اینجا درفت داریم. آره. نشه که ویدیو را خلاص کنیم. نیم کلای الا بکنیم. ما یک چیزی که تو پچخ میکنی نه؟ شپلیدن میگه، نه شپلید. پشپلم. شپلیدن. بچه که در اروپا کلامشون نمیفهمن. قدر هم تون نیست بینام. بابا. بیا برام شاید میبینیم سرمون. بگو. تو بگو. یک شاید بدم ماما رو بخورم. همشو. همشه. تو خدا. بدم شاید. اگه تو همشو بخوری هر چی تو بگو من اینجا لخت سینه‌خیز میرم. نگو میخورم. به خدا میرم. لخت سینه. لخت. نمیری. به خدا میرم. مریض میشی. همشو باید بخوری بری. ببین از اینجا تا اینجا بخوری نمیرم. خیسم. میجا میرم توف میرم من خواست. من لباسمو در میرم دوباره میپوشم. ولی ما ویدیو میگیرم با. باشه. شرط دیگه. لخت. فقط با لباس زیر. مریض میشی. نه. تو هم مریض میشی. هیچی نمیشم. بعد یه مومنی اینقدر لاغر شده نمیتونی غذا بخوری. زبونت میشه اینقدر باور که نمیشه. مثل پلنگ صورتی میشه. ما خوردیم. میزنی شب؟ آره. مقصد من میخورم. منم میخورم. منم میرم. امروز بود من چیزی بخورم. کاتلت پاپ. نه دیگه همراهش چیزی بخوری تو میخوای یخ بدم بخوری. یعنی ایره خالص با بخورم. آه. ما که غذا میخوام چیزی کرمایش باشه. نه دیگه پس منم با لباس میرم پس سینه‌خیز. آب. نه دیگه تو میخوای آب بخوری مثلا من ویدیو میگیرم. باید بجویشا. من ویدیو. نه دیگه نه اینطوری باید بخوریم. آقا تو چی هستن چه قسمی رو میخوام داره اینجوری نره تو معده بجو اینطوری نگاه کن. من الان اینو میخورم. ببینید من این را میخورم. آقای گل صدقه چم شرط ما است که من نمیره تا آخر بخورم. جویدن نگفتیم. نه جویدن نگفتیم. ما گفتیم میخورم. دلم که یک جایی بخورم دلم که هست. بخور. آب کجاست؟ آب چی کار داری دیگه؟ آب برای چی؟ قورت
بردش دادیم. به خدا که این تون نبود ببینم. این تون نبود بابا الکی داری این تون نبود دروغ میگه. یه تیکه بده من بخورم تهشو. بده من تهشو ببینم. تون نبود آقا، تون نبود، تون نبود. صبر کن اول با بذار رو زبونت بمونه. بیا گوجه بذار زبونه. گوجه بذار رو زبونه. نه یخ میخوام. خوب بود آفرین. ده تشریف میکنم. بای کلا. بچه اینجوری فلفل بخورید. در گرفتیم. واقعا فلفل تو زبونه. صورتی شده. هوا سرده نه؟ الان برم یا بعدش برم؟ نه وقتی که دوست داری. خب برم چیکار کنم بگو. خدا اگه برای قلق میزنه. ولی خوب کاری کرد. گرمت شد نه؟ من رفیق خوبی هم دیگه گرمت کردم. نه گلو درد میشه. بذار رو زبون دونه توفش کن. نگه تنسال دارم گلوندار بیازم میشم خاطر موچه. چک اول زدم پشیمان شدم خوله غیر. ایلا میکنم لرزه میگیره بخیر. زبونت زخم شد من به خدا. نه من موچه تون میخونم ولی این دیگه رقم تون دسته. این یخه زیاده بم میکنه. خوب هوا. پس منم با زغال میرم چیزی رو. هر رقم میری. بخور اینا رو بخور روش. نه بخوریش میشوره به خودم. من چطور دیگه اینا. بهنام بس هنور باخت. 10 سالم زنده باشی یا 100 سالم زنده باشی یا هر کمپینگ یادت نیاد. به نظر من چون قسم یک بغله بام خودش چیز میکنه شه. من تو بهترین حالت رو دیدم. خوش بشه. ها؟ میگم بیشتر خوش بشه سری. بچه‌ها داخل موتور آمدیم که موتور یک گرمکاری بکنیم که گیربکس موتور گرم شود. فعلا موتور که از ذره سرد شده. بعدش اگه درفتی آم بزنیم موتور هم صدمه نمیده نه؟ چی نظر داره خود؟ البته. شما فعلا تغییر دادیم سیستم‌های موتور که چهارچرخش شما میکنه روشن میکنه. و تمام همگه دینامیک داره. خوبه. این صدا چه قدرتی داره. اوه سنگ بودی؟ یواش برو. یواش برو. همونطوری آفره. گرد میشه دقیقا اینجوری. آره چه پر از اینجا. چی از اینجا برم؟ چی از اینجا؟ یواش برو یواش. خیلی باید یواش برو. تک 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 من تک تک گاز بده. شل آها بکسواد نکن. برگرد.
برگرد برگرد. برگرد خیلی لیزه. لعنتی. بذار رو چرخ عقب. به چرخ. برو. بچه‌ها بینام رفت، هنوز بینام خود لخت نکرده گفته خودش. ولی آخر ببین تایرها چی جور شده، چی جور شده تایرها داخل ها رو ببین. به به فعلا پاکاری هست، جمعکاری هست، پاکاری هست. بینام آقا هنوز هم سوزش داده در همین. بچه‌ها در کارها رو خلاص کردیم و باید بریم طرف. کجا بخیر؟ کجا؟ آقا جا مرچ خوردیم. حالا بابا حالا یه چی گفتیم شرط؟ نه بکش آقا بکش بابا لباسایت تمام لباسایت باید بکشید. تمام بیننده ها میبیناله. نه جمپر تنها بکش، کلاهی که جمپرت بکش دیگه چیزای دست نزن، دیگه چیزای دست نزن، کلاه و جمپر تنها بکش. نگاش نه خنک است، -5 درجه شده فعلا. گناه داره اندام آره بکش کلاهیت بکش، بوتای زیر بکشیم. نه گمش گناه داره. نه بگذار نه نکش بگذارش برو. سرد است دیگه، بکش خیر دلت. نمیدونم فردا نگی نکردی. نه که با مریضش نکن برو. اوی بلا بس از دیگه چیز نکش گم بکاله. صبر چند تا باید شما بزنی؟ چند تا؟ 20 تا؟ این هم وقتی که کده ما کسی شرط بزنه. تمام شده؟ تمام. من ترا نگفتم کلاهیت بکش؟ برو تمام دمت گرم برو. خب بچه ما یه مسابقه خود نه برنده داشتیم نه بازنده داشتیم. ولی من مرچ خوردم هنوزم میده ما سوزش داره. آروغ میزنه من اینم گلونم سوزش میکنه از دسته که خب بالا شده بوتا ها رسه که تشکر بچه از که
همراه ما بودین، همراه ما و بینام بودین. بینام دعا کنین که مریض نشه چون واقعا هوا خیلی سرد بود. باور بکنید از مرچی که من خوردم خطرناک‌تر بود. چطور بینام؟ نه خوب بود، عالی بود. خوب بود نه؟ زیاد سرد نبود. ادرنالین میگیره. خیلی یخ بود. خب دوستان تشکر از اینکه تا برای بیننده ویدیو ما بودین. از این بودم بیننده ما باشین که انشاءالله ویدیو خوب تره بهتون بگذاریم. خیلی عالی. دمتون گرم. خیلی خوشحال. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار همتون. خداحافظ.